تو چیکار کرده ایستاده باشد؟ یک روز میشد که با یکدیگر گپ نزدیم. مروارید تو شاید حاضر طرفخانه میکوبند. بچه ها شاید توی فیض‌الله رو در طبیعت گذرانیم، همه جا سرسبز و خورم. بله یکه، این طور خراجات هم کم میشود. آنها همه مثل کرموش هستند، همه جا را کفتند. این طبیعی است. آنها مخلوقان غلطی هستند که در تاریکی زندگی میکنند. میدونی صدای دلم میگوید که قرارگاه اصلی آنها در همین جاست. فکر ولی تو چه اندازه؟ به نهایت. با فکر تو چی؟ توبه استغفرالله. بلا زند با نظیما برا میگویم. این طورش باز شبخاورتر است. برا من جزای تو را میدیم. برا این طور نمیشود تاهیر، از من است تو. زبان سنایپریست رو سنایپریست میفهمد. نخست باید جای او رو معاین کنیم. میتواند در هر جا باشد. یک چند تیر زنیم میفهمیم که او در کجا پنهان است. قماندان قماندان وضعیت چطور است یبوس؟ یک گروه رو نابود کردیم ولی گروه دیگرش به ما حمله کردند. سرمون رو برداشته نمیتوانیم. او ما رو زیر هدف گرفته است. چیزی رو نمیبینیم تو که یگان چوره اندشیم. فهمو یبوس. این طور باشد من باز یک گروه دیگر را به نزد شما میفرستم. اگر یگان مشکلی جدی پیدا شد ما زود با قوه‌های حربی هوایی تماس میگیریم. آخرین اشاره مورد حمله هوایی قرار دادن آنجا میباشد. لازم نیست قماندان، ما حل میکنیم. حالا که اینجا ما تو این رزیلان رو نابود نکنیم بر نمیگردیم قماندان. با شما باوری دارم شیر بچه هایم. خداوند با شما مددگار. تشکر. گوش میکنم گلیر. اردم تو آزادی؟ راستش را گویم چندان نه. یگان مشکلی هست. مایلش نه همه خوب است. ما برای تشخیص نزد دکتر رفتیم، همش خوب گذشت. دکتر گفت که هیچ گونه مشکلی نیست. فرزند شما صحت و سلامت است. خدا را شکر. خدا را شکر. سلام گوید. گوش کن نزلی هم اینجاست با تو سلام میگوید. تو از ما خاطر نشو. خوب مایلش گلیر احتیاط کنید. شما به خانه می روید؟ بله به خانه. من سخت مانده شدم، به خانه می روم. مرحمت ملکه شما یکم گذارید بفرمایید. شرم کردم. با فکرم 7-8 ماه همین طور شما رو ارکا نگاه بین میکنیم، عادت میکنیم. بفرمایید. آهسته تر. تو پلید در کجا باشی؟ در کجا؟ شکارچی جایمون به خطر است؟ افسوس قماندان، ترکش پناهگاه رو ویران کرد.